تکه طناب به طول 1 متر یا بیشتر. قبل از اجرای برنامه باید توجه داشته باشیم که یک قیچی همراهمون باشه. قیچی توی جیب سمت راست و یک تکه طناب به صورت حلقه از همین جنس توی جیب سمت چپ. زمانی که طناب رو نشون میدیم سالمه، وسط طناب رو میگیریم با دست راست. به بهانه اینکه دنبال قیچی میگردیم، دست چپ رو توی جیب سمت چپ میبریم و اون حلقه رو همراه میاریم بالا، حلقه طناب رو، ولی وانمود میکنیم که توی جیبمون چیزی نیست و دنبال قیچی میگشتیم. تو همین فاصله دست راست رو میبریم توی جیب راست و قیچی رو بالا میاریم. اینجا چیزی که قیچی میشه خود طناب نیست، حلقه طنابی است که روی طناب ما قرار میدیم و بیننده فکر میکنه که قسمتیه که طناب دلا شده. بعد شروع میکنیم به قیچی کردن. حالا یک بار دیگه این بازی رو خیلی آروم نمایش میدم. چیزی که الان قیچی شد اون تکه طناب کوچیک بود و به همین ترتیب تکه طناب قیچی میشه، به دور ریخته میشه و طناب رو سالم نشون میده.